با عرض سلام خدمت همه علاقمندان به دروس دندان پزشکی، دانشجویان محترم. من دکتر سید فراز هایریفر هستم، دانش آموخته دانشگاه مونیکی مسکو و از شما دعوت کنم که این فیلمی که ساختم برای ابزار دندان پزشکی هستش. یک فیلم نه چندان بلند، حدوداً 15-16 دقیقه هستش که با توجه به نیاز دانشجویان ایرانی که در مسکو مشغول تحصیل هستند من تهیه کردم. تو این فیلم شما میتونید با ابزار آشنا بشید، درست روسیش رو بدونید و توضیحات کاملش رو که به زبان فارسی میدم کدوم به چه کاری میادش.